روزگاری توی شهر بیرنگ و بیرو یه ربات به اسم کاج زندگی میکرد. برعکس بقیه اون همیشه شاد و خندون بود. هر روز با ذوق به مردم سلام میکرد ولی هیچ کس جوابشو نمیداد. کاج با این حال همیشه همونقدر شاد میمون، مثل یه رنگ روشن وسط دنیای تاریک. هر روز دوباره سلام میکرد، سعی میکرد به مردم کمک کنه، اما مردم با سردی میگفتن تو دیگه دخالت نکن. یه روز کاج با یه ربات دیگه به اسم پی 15 آشنا شد. پی 15 مثل بقیه مردم سرد و بی‌احساس بود، ولی کاج آروم آروم اونو با قشنگی‌های دنیا آشنا کرد. صبح‌ها با هم قدم می‌زدن، به گلا آب می‌دادن، حیواناتو نوازش می‌کردن و عصرها با هم غروب آفتابو نگاه می‌کردن. یه روز کاج گفت میدونی پی 15، مردم این شهر خیلی سرد و بی‌احساس شدن، دیگه چیزی رو حس نمی‌کنن. همش دنبال کار و پولن، دنبال یه تیکه کاغذ بی‌ارزش. قشنگی‌های دنیا رو فراموش کردن و شادی از خودشون گرفتن. کاش فهمید وسط شهر یه جایی به اسم وزارت اطلاعات وجود داره که اطلاعات مردم اونجا ذخیره شده. تصمیم گرفت بره اونجا. اون روز پی 15 کار داشت و نتونست باش بره. پس کاش تنهایی به سمت اونجا راه افتاد. از اون طرف پی 15 طبق معمول داشت به مردم سلام میکرد. میخواست بهشون کمک کنه، ولی این بار یه اتفاق عجیب افتاد. یه دفعه همه چیز رنگی شد، ساختمونا زیبا شدن، بچه‌ها خندیدن و بزرگترا با هم حرف می‌زدن. برای اولین بار مردم به یه ربات سلام می‌کردن. خورشید از همیشه گرمتر و درخشان‌تر بود. پی 15 با خوشحالی دوید تا خبر رو به کاج بده، اما یادش اومد کاج رفته بود وزارت اطلاعات. سری خودش رو به اونجا رسوند. همه طبقه رو گشت تا بالاخره به بخش حافظه مردم رسید. اونجا روی میز یه کاغذ دید، با دستای لرزون بازش کرد. پی 15 عزیز، مردم خیلی سرد و بیروح شدن. من تصمیم گرفتم خودم رو وارد اطلاعات مردم کنم تا اونها هم طعم شادی و مهربونی رو حس کنن. شاید اینطوری دنیا برای همیشه قشنگتر بشه. امیدوارم یه روز تو دنیای دیگه با هم دوست باشیم. دوستی تو باعث افتخارم بود. از طرف کاج. پی 15 خشکش زد. فهمید کاج اونقدر شادی و زیبایی داشته که خودش رو وارد اطلاعات مردم کرده و شهر رو زیبا کرده. از اون روز به بعد پی 15 هر روز تنها همونجا غروب آفتابو نگاه میکرد. به آسمون نارنجی نگاه میکرد و آروم میگفت مردم با من مهربونن، ولی من تو رو میخوام. دوست دارم با تو قدم بزنم، به گل آب بدم و به مردم کمک کنم. هی کاش که تو نمیرفتی.